سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال ارشیو وایزی. امروز اومدیم براتون سی پی که چجوری خرجش رو و به ضبط این برای اگه گرفتید هم برای سال بعد من یکی سی پی گرفتم و بعد این بشه 220 سی پی رو بعد نگرده ببین که هر سه بطل پس بیاد بزنید. دومین کار برای این سگ میخواید زود خرج کنید و حوصله ندارید بعد چی کنید، میاید اینجا بطل پس های برگشت. اینجا من 3 تا بطل پس برگشته که این سیزن این بطل پس خیلی خوبه. کریمه اپیک داره، اپیک داره، دیل مکعبی داره و فنه. این 4 تا گان اصلی و اسکیناش هم خیلی خفنه، قشنگن، باحاله. میارزه اگه میخوایی این سیزن خرج کنید. و یکی دیگه‌ش هم اینه که این 2 تا گانش خوبه، اسکینش هم مثل زیادانش ولی این سیزن نیست. سیزن بعدی اینا احتمالا برن. این لوکاس اپیک داره با اودن اپیک با M13 و جک 12 که جک 12 شاید خب و آخری هم این بیوایب که بیوایب تانکه که خیلی نیازه خودم زدنش، اسکینش باحال که خود این روباته که لاغره میتونیم باش موومنت بزنیم. این M2 داره، بیوایب داره، هولیر داره و ولی اگه خوش شانسی و گرمی بتونید چی نگده اینا رو بزنید و توجه بشونید 220 سی پی هر سیزن نگه دارید که بتونید حقیقت من منتظرم آخه نزید بزنید و منتظرم 50 بشه بطل پسم حب بزنیم که 220 سی پی برم برای سیزن بعدی من 220 سی پی رو بکنیم که قد داشته باشیم نگه داشتم و بعد اصلا که من 2 بار زدم آره دیگه. بعد دوباره میخوایی شروع به فعالیت کنید و اسم کانال هم عوض شده. لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و قرار هفته بعدی عوض میشه سیزن. اگه یکی سی پیو گرفتی و نمیدونی چجوری خرجش کنید خوبه. مثلا میتونی سیزنهای بعدم قرار بطل پس خوب بیاد، ولی حتی اگه یکی سی و خرجش نکردید باید اول همه بطل پس این سیزن اگه 50 بود بزنید 220 سی پیتون رو بهت برمیگردونه. هر سیزن باید 220 سی پیتون رو نگه دارید ولی میارزه. اگه میخوایم میخوای بر سیزن بعدی نگه دارید حتما گردونه این بیوایو تانک رو بزنی که خیلی باید داره، ولی 5 روز 4 روز دیگه میخواد بطل پس برگشتی بره و واقعا میصرفه بزن دیگه. بچه اگه بره بعد یه ماه 2 ماه دیگه چی میشه؟ اگه میخوایی کانتر بفروشین قیمتش 500,000 بالا بچه خیلی باید داره میره بالا و پشت مسکین روباتش داره صورتش داره تغییر میکنه. و این بود از ویدیو امروز ما. دوباره بله این بود از ویدیو امروز ما. امیدوارم خوب باشه. بزنیم بهش بچه های کانال هیچی نداره. ویدیو امروز ما فعلا خدافظ.